من امروز ناسلامتی روز تولدم است. من در 73 سال قبل در چنین روزی به دنیا آمدم و افسوس میخورم که چرا در این کشور به دنیا آمدم. من الان بالغ بر بیش از 60 سال است که شبانه روز 20 ساعت تحقیق میکنم. تا آنجا که در توانم بوده است مطالعه کردم و اکتفا نکردم که به این مطلب ادبی بپردازم، به این مطلب ریاضی بپردازم. نه، من تمام اون کتابایی که فکر میکردم برای گسترش علم لازم است همه را دیدم، همه را خوندم. خارج از دانشگاهش 15 سال فلسفه خوندم. تمام کتاب‌های ریاضی موجود که می توانستم به دست بیارم همه را مطالعه کردم و بر تمام اینها حاشیه نوشتم. متاسفانه الان حدود 35 سال 36 سال است که از نظر اقتصادی از لطف حکومت به قدری کفگیرم به ته دیگ خورده است که جا دارد بگویم تو این 36 سال من شاید به جرأت میگویم 2 لیوان شیر نخوردم. به جرأت میتونم بگویم شاید 50 گرم پنیر نخوردم. ولی تا دلتون بخواد هرس جوش خوردم، خون دل خوردم، نون خالی خوردم و اینها باعث شده است که من تقریبا یه چیزهایی بفهمم. ولی اون چیزی که برای من خیلی دردناک بوده است این 2 سال آخر عمرم است. این 2 سال آخر من گیر یک خانواده افتادم، اینا بسیار بسیار آدمای پلید به معنای اخص کلمه. از طرفی ودیعه مرا میخورد، خیلی خوب، همسایه همشهریش را که یک پسر اراذل دارد، واقعا اراذل دارد و گویا دانشجوی قم است، تحریک میکند. ساعت 3:30 بعد از نیمه شب با کارد آشپزخونه با اون شدت و حدت فحاشی میکند، توهین میکند، تهدید و قتل میکند. می آید و به درب اون خانه پوسیده من حمله می کند، اونجا را به شدت تخریب می کند، شیشه پنجره را می شکند که به عنوان قتل وارد شود و مرا ای خدا به قتل برساند. ولی متاسفانه تیرش به سنگ می خورد. هر چی به این پلیس 110 زنگ زدم شما آمدید، پلیس 110 این همه کمک خواستم شما کمک کردید، پلیس 110 کمک کرد. کارم به دادگاه کشید. چقدر تو این دادگاه من رفتم آمدم ولی بسیار چیزها آموختم. در دادسراهای اینجا تا دلتون بخواد گله دستبند به دست و دستبند به پا، قلاده به پا میارن. و بسیار جالب است که بدانیم بعد از 30 و چند سالی که از حکومت میگذرد هنوز برای ورود به این اماکن تمام وجودت را میگردند. حتی میتونم بگم چندین بار تو شورت بندرم گشتن که مبادا من چیزی حمل کرده باشم و باعث تخریب اون دستگاه شده باشم. موبایل رو میگیرن. چرا میگیرن؟ برای اینکه مبادا از اون گله دزد جیببری که میارن شما عکسی بگیرید و آن را منتشر کنید و آبروی نداشته دستگاه رو ببرید. بارها گفتم، باز هم میگویم، این 2 سال به من خیلی سخت گذشته است. بالغ بر شاید 14 کیلو وزن کم کردم. بارها شده از جایی که میخواستم بروم، منزل دوستان، منزل اقوام بروم، خجالت کشیدم بروم. باور کنید دستم توی هیچ سفره‌ای دراز نشده است. باور کنید تا اونجا که توانستم خودخوری کردم، خون دل خوردم. این انسان با این شرایط فردا شما فکر میکنید اگر دست بر غذا از اون ور آب، این وریا که هیچ عرضه و لیاقت و این حرفا را اصلا ندارن، اصلا به گروه خونیشون نمیخوره که یک دانشمندی رو اینا حمایت کنن، تقویت کنن. نه،
میرن 4 تا اراذل پیدا میکنن، اینا رو اسم استاد و نمیدونم دانشمند نانو تکنولوژی و اینا همش پوسیده است، همش صورت ظاهره. میان اون وقت ببینم با چه رویی میخوان با من مواجه بشن و ادعا کنن که من در کشورشون نشو نما کردم. نه، من خون دل خوردم، من در لجن غلطیدم، من در کثافت غوطه خوردم.